سلام و درود به پایان خدمت همه شما بینندای عزیز. امید که همه ایتان خوب باشین، صحتمند باشین. باز هم خوش آمدین به یک از پروگرام و برنامه بسیار مهمی ما که ایره لازم دانستم که برای شما شیر یا شریک بسازم، به خاطر از که اکثریت دوستای ما امروزه متاسفانه قربانی کلاهبرداری میشه و اکثریتشان که از مشکلاتی که دچار میشن دیگه آگاهی ندارن. لازم دانستم که این ویدیو را دیگه ترتیب کنم تا خدمت شما شیر کنم و تا از این موضوع شما آگاه شویم. ما میریم که می پروگرام را انشالله برای شما معلوماتش ارائه کنم. امید که تا آخر ویدیو با ما باشین. دوستای عزیز، ناگفته نمانه که اگر معلومات چینل ما برای شما مفید واقع میشه، حتما لایک و سابسکرایب این چینل یادتان نرود، چون که معلومات های بسیار مهم و کاربردی را ما در اینجا به اشتراک میگذاریم و امیدوار هستم که معلومات و دیگه آموزش ها، ثبت نام ویزا، پاسپورت، ثبت نام به اصطلاح کاریابی، اینا برای شما مفید واقع شود. ثبت نام ویزای به شهردستانی استرالیا و سایر کشورها. ما امروز دوچار یک از بزرگترین کلاهبرداری شده ایم. اکثریت دوستای ما، اکثریت هموطنای ما متاسفانه دوچار کلاهبرداری شده که از اکثریتشان پول زیادی گرفته شده. به مخاطر میخوایم شما را از این موضوع آگاه بسازم که متوجه باشین دیگه، که اگر خودتان امکانش هست خودتان کوشش کنین ثبت نام کنین. اگر خودتان نمیتونین، فرصتش ندارین یا وقتش ندارین دیگه، یا یاد ندارین، کوشش کنین با کسایی در ارتباط باشین که حداقل قابل اعتماد برای شما باشه. خب، مواظب کلاهبرداری باشید. کلاهبرداری در قسمت ویزای بشردوستانی استرالیا منظور است. کلاهبرداری در ارتباط با ویزاها از جمله ویزای بشردوستانی استرالیا وجود دارد و این موضوع واقعیت دارد، خصوصا وقتی افراد یا گروه های وعده های دروغین می دهند تا از متقاضیان پول و اطلاعات شخصی بگیرند. در ادامه نکات مهم برای شما توضیح می دهم. این موضوع بسیار مهم است که شما آگاهی پیدا کنین که امروزه خیلی از گروه ها و خیلی از افرادای پیدا میشه که برای شما وعده میده که ما چطور میکنم، فلان میکنم، برای شما ویزا میکشم، کارهای شما رو پیش میبرم، مستقیم با اداره مهاجرت استرالیا هستم. که پایش باور نکنین، به خاطر از اینکه هیچ گونه نهاد رسمی، وکیلی رسمی وجود نداره که کارهای شما را به این صورتی که اونا میگن پیش ببرن. خب، شنیده شدن گزارش ها درباره کلاهبرداری. کمیسیون عالی سازمان ملل متحد یا یونسیار گزارش داده که افرادی به پناهندگان افغان در ایران و سایر کشورها تماس میگیرند یا وعده های میدهند که به آنها در درخواست ویزای بشردوستانی استرالیا کمک میکند، در حالی که این وعده ها جعلی است و هدفشان گرفتن پول و اطلاعات شخصی است. این کلاهبرداران ممکن است شما را ترغیب کنند تا پول بپردازید یا مدارکتان را به آنها بدهید، ولی خدمات واقعی ارائه نمیدهند. دوستای عزیز، ما برای شما بگویم که شما اگر این کار انجام میدین، اول ما پیشنهاد میکنم که اگر خودتان ثبت نام میکنین خودتان ثبت نام کنین. به وعده های چرب و چرب مردم باور نکنین. دیگه اگر خودتان وقتشان ندارین، یاد ندارین، وسایلشان در دسترس ندارین، کوشش کنین که با یک شخص معتبر نزدیک شما میتونین که اسنادهای خود روان کنین و برای شما ثبت نام کنن. در این قسمت بسیار محتاط باشین. و موضوع در اینجا است که شما میگه که حداقل نمی سازمان ملل یا سازمان ملل متحد گزارش را که به اصطلاح اینا تیار کرده و آماده کرده، اکثریت کسا در ایران و یا سایر کشورها کس متاسفانه مورد قربانی همچون کلاهبرداری قرار میگیره که پیش از پیش برایشان میگه که شما برای ماه پول یا پیسه پرداخت کنید تا ما درخواست شما را پیش ببریم. دوستای عزیز، به خاطری که من ویدیو را مستقیما ریکورد میکنم و کدام ادیت نمیکنم، اگر در جریان معلوماتی که من ارائه میکنم کدام اشتباهی لفظی میشه، انشالله که شما از بزرگواریتان بخشش کنین. خب، یادتان باشه دوستای عزیز که متوجه همچون افراد باشین دیگه، تحقیقات کنین، جستجو کنید و میفهمم که کلگی نیاز داره، کلگی این مشکلات داره دیگه. خیلی کم کسا باشه که مشکلات طرف درک کنه
دیگه هدفشان فقط گرفتن پول است. وقتی پول بگیره دیگه برای شما کدام خدمات واقعی را ارائه نمیکنه. البته این نمیگه ما که یعنی کلگی در این راسته است، یعنی تعداد محدود از خیلی کسا بدون ثبوت اسناد کار شما رو پیش میبره که متاسفانه از درخواست شما هیچ خبری نیست. معلومات کوتاهی که ما میخوایم برای شما بتونم این است که قبلا که بود دو تا فرم بود به نام فرم 681 و فرم 842 که هر دو فرم اول ما بعد تصویر برای شما نشان میدم، درسته؟ دوستای عزیز، یک از فرم آفلاین 842 است، متوجه باشین. ما تفاوت فرم آفلاین و آنلاین برای شما میگم که متوجه کلاهبردارا باشین. خیلی کسا که از دمی قدمات آنلاین یا نمیفهمه یا دسترسی نداره، به مو خاطر ما شاهد همچنین چیزایی هستیم که برای خیلی کسا این فرم 842 رو آفلاین خانه پوری کرده، درخواستشان ارسال کرده، گفته ما به صورت آنلاین کارهای شما رو پیش بردیم که من نمیخوایم اون مسیج رو برای شما در اینجا یادآوری کنیم و نشان بدم. اما همچنین چیزایی وجود داره که خیلی کسا هم به خاطری که مسلط نیست برای کار میگه که والله نمیره ما خانه پوری میکنه و برایشان ارسال میکنه که این فرم تان خانه پوری شده، در بدلش باز پیسه میگیره، درسته؟ این فرم 842 است، به طریقه آفلاین است. و ما فرم 681 داریم. فرم 681 است، این هم به طریقه آفلاین است. معمولا فرمایی که جدید آمده به طریقه آنلاین است. این رقم یک مدل یا سمپل داره، متوجه باشین. این به صورت چی است؟ به صورت آنلاین است. و چیزی ناگفته نمانه دوستای عزیز که فرم 842 برای کسایی است که مثلا اگر شما اسپانسر یا پروپوزر استرالیا داشته باشید مجبور هستین هم فرم 842 هم 681 خانه پوری کنید. اما بازم برای شما میگم که فرم 681 و فرم 842 به طریق آفلاین است، از اینا استفاده نکنین. و تمام موارد جزئیاتش ما در چینل خود گفتیم که فرم 681 به طریق آنلاین چه قسمی خانه پوری کنین و فرم 682 چه قسمی باید خانه پوری کنین. و این هم کس فرم آنلاین است، متوجه باشین. این فرم آنلاین 842 است. خب ما بازم میریم انشاءالله که معلومات ادامه بدیم. ما بسیار زیاد متوجه باشیم در این قسمت که اسنادها و مدارک خود برای کسایی که متخصص است و سرشان اعتماد دارین میتونن که ارسال کنین و کار شما را پیش ببره. خطرات و روش های کلاهبردارها. کلاهبرداران ممکن است خودشان را به عنوان نماینده دولت استرالیا یا یک عامل معتبر جا بزنند. متوجه باشین که خیلی کسا در این صدد است که نه من نماینده هستم، وکیل هستم، وزیر هستم، نمیفهم چطور هستم، فلان هستم. این گپا نیست. ادعا کنند که میتوانند ویزای بشردوستانه تضمین کنند. هیچ تضمینی در ویزای بشردوستانه استرالیا وجود نداره که هر کس از شما پیسه میگیره که بگه ما تضمین میکنیم برای شما ویزا میه و گپا نیست. از شما پول درخواست کنند تا فرم ها را پر کنند یا بهتر شانس بدهند، درسته؟ خیلی کسا میگه والا من فرم تو رو دقیق خانه پوری میکنم یعنی شانس تو رو بسیار بالا میبرم، و گپا نیستن. فرم پر کردن به صورت دقیقی بسیار یک مهارت کار داره که یعنی تمام معلومات ها را بسیار به شکل درست و دقیق باید خانه پوری کنه. این بسیار مهم است. اما شانس بردن در قسمت از اینکه ویزای برای شما دریافت نه، این بسیار کم اتفاق میفته، یعنی حداقل بسیار کم. چنین اقدامات غیر قانونی است. نه تنها پول خود را از دست میدهید بلکه اطلاعات شخصیتان را نیز به خطر میندازید. شما اگر شما روی کسی که اعتماد و باورمندی نداشته باشین دیگه ممکن است که ای که اطلاعات شخصی شما درز میشه هیچ و دیگه پیسه شما هم از دست میره. دیگه پیسه شما که پیسه خود دادین دیگه پیسه تون دیگه دوباره به دست آورده نمیتونین. من کوشش میکنم به طور خلاصه برای شما یادآوری کنم و انشالله که شما از این قضیه با خبر شین. چی چیز رایگان است؟ ثبت درخواست ویزای بشردوستانی استرالیا به خودی خود رایگان است. هیچ نهاد رسمی از شما پول درخواست نمیکند تا درخواستتان را پیش برد. این که من با تمام ضمانت درخواستتان را پیش برده و چانس قبول شدنتان را بالا میبرد. موضوع نیمی است دوستای عزیز که خود ویزا رایگان است. ویزای بشردوستانه از طرف هر کشوری که به شما عطا شود او رایگان است. و در اینجا سوژه که است ویزای بشردوستانی استرالیا است که اینجا گفته که به خودی خود رایگان است و هیچ نهاد رسمی، متوجه باشین، هیچ نهاد رسمی از شما پول درخواست نمیکنه تا درخواستتان رو پیش ببره، درسته؟ یا مثلا برای شما بگه که ما بخیم چانس قبول شدن شما رو بالا میبرم، چطور میکنم، فلان میکنم، او گپا نیست، متوجه باشین. بازم توصیه میکنم اگه خودتان به وسایل، امکانات، حوصله و دیگه قوانینش میفهمین، خودتان تمام آموزش ها هست، میتونید مراجعه کنین و خودتان ثبت نام کنین بدون دغدغه و دبدبه و مشکلاتی که سرش راه شما قرار بگیره. چگونه خودتان را محافظت کنید؟ برای جلوگیری از کلاهبرداری فقط از کانال‌های رسمی دولت استرالیا مانند وبسایت وزارت امور داخلی استرالیا استفاده کنید. ما قبلا هم در ویدیوهای قبلی خود گفتیم که
از طریق سایت رسمی وزارت امور داخلی خود استرالیا، شما در اونجا لینک هست، ما گفتیم شما مراجعه کنین، وارد سایت میشین و از اون طریق میتونین که حساب ایجاد کنین و درخواست خود را ثبت کنین. مراقب افراد باشید که از شما پول میخواهند برای کاری که میتوانید خودتان هم رایگان انجام بدید. این دقیقاً ما برای اکثریت ما دوستای خود دیگه، دنبال کننده های خود، ما برشان گفتیم، توصیه کردیم که متوجه باشین. اگر شما خودتان میتونید کار انجام بدین، نه به کسی پول خود بدین، نه اسنادهای خود را اون خودتان انجام بدین. آموزش ها هست راحت پاکیزه بدون دغدغه. اگر کسی تماس گرفت و ادعا کرد که از طرف دولت استرالیا است و پول یا اطلاعات خواست، مشکوک باشید و آن را بررسی کنید یا گزارش دهید. متوجه باشین دوستای عزیز که ما چند روز پیش شاهد مسیج ها و پیام هایی بودیم که یک از اقارب خیلی دوستای نزدیک یک از دنبال کننده های ما که برای ما مسیج کرده بود، گفت اونو در استرالیا است، از ما گفته که شما برای ما $1500 شما روان کنید، ما کارایتان از این پیش میبریم، یعنی شما رو ثبت نام میکنیم. یعنی این همچون چیزا وجود داره، ولو که قوم خیش دوست شما نزدیک باشه بازم. یعنی هدف کلی گپ اینجاست که ما برای شما بگم هر کس در استرالیا بود این قسمی نیست که این تمام چیز رو میدونه. هدف گپ اینجاست که حداقل متخصص باشه و در رابطه با همه چیز اطلاعات داشته باشه. یعنی شما کوشش کنین. خب بعضی کسا برای ما با تماس شدن که والا ما اسپانسر ما در استرالیا است و گفته فرم ما خانه پریم. درسته، فرم اگه خودش دقیق خانه پوری میتونه، چیزایی که لازم است میتونه واگذار کنید خودشون خانه پوری کنید. در صورتی که نمیدونه باید شما به شکل متخصص و مسلک باید مراجعه کنین و کسی که از این کار برآمده میتونه برای شما ثبت نام کنه. ما در نهایت این موضوعات جنبندی میکنیم دوستای عزیز که چه قسمی خدا از کلاهبرداری نجات. البته نگفتن امانه که ما یک موضوع بسیار مهم میخوایم عملا برای شما نشان بدیم که کلاهبرداری بسیار زیاد است، متوجه از اینا شما باشین. بینندای عزیز شما متوجه باشین یک از نمونه هایی است که کسایی پیدا میشه که خدای نکرده شما رو گمراه کنه، دیگه برای شما وعده های چرب بده که ما این کارو میکنیم این کارو میکنیم. این یک از نمونه هایش است که ما برای شما میگم. خب برایشان گفته، برای زمین متقاضی ما گفته که هزینه ثبت نام و اپلای و نگارش کیس به همراه هزینه معرف $8000 که $4000 پیش بابت تکمیل فرم اسپانسر و ارسال مدارک هویتشون و ارسال کار و الباقی بعد قبولی و گرفتن ویزا گرفته میشه و مدارکتون به صورت آنلاین از طریق وبسایت رسمی می اکانت به اداره مهاجرت استرالیا ارسال خواهد شد و در آنجا با شانس بیشتری بررسی خواهد شد خدمات با اسپانسر. دیگه یعنی چیزا رو متوجه باشید. قیمت برای کلی خانواده خب برادر 1000 بار بفرستید رد میشه. اینجا گفتنی خب گفته که درخواستی خود اگر شما بدون اسپانسر هم بفرستید رد میشه، مگر این که پروپوزر پیدا کنید. به نظرم بگردین برای پروپوزر. متوجه باشین دوستای عزیز که از 29 نوامبر سال 2025 وبسایت رسمی اداره مهاجرت استرالیا اعلان کردن که یعنی هر کس میتونه به صورت انفرادی و فامیلی بدون اسپانسر، بدون معرف و بدون پروپوزر میتونه که به صورت آنلاین از طریق ایمیل اکاونت میتونه که درخواست بده. باز هم توصیه ما به شما همی است دوستان عزیز که کوشش کنید وعده های دروغین مردم باور نکنید. دیگه اگر امکاناتش است خودتان کار انجام بدید. جنبندی کلاهبرداری در ارتباط با ویزاها و مخصوصا وعده‌های کمک سریع یا تضمین ویزا وجود دارد. کلاهبرداران ممکن است از وعده‌های بشردوستانه سوء استفاده کنند تا از شما پول یا اطلاعات شخصی بگیرند، اما ثبت درخواست ویزای بشردوستانه در استرالیا اساساً رایگان است و نباید پولی به افراد غیر مسلک پرداخت کنید. دوستای عزیز، بینندای عزیز، ما اینمی معلومات را که لازم میدانستم چون اکثریت کسا قربانی نظمی کارا شده بود گفتم را با شما شیر بسازم که اگر امکانش باشه شرایطش باشه شما خودتان کوشش کنید ثبت نام کنین. آموزش های چنل های معتبر است، شما در اونجا مراجعه کنین، سعی کنین که چه قسمی حساب ایجاد میشه، چه قسمی فرم آنلاین خانه پوری میشه، چگونه درخواست شما ارسال میشه و چه وقت میگیره. همه حالا برای شما پیشنهاد میکنم اگر شما از طریق آنلاین ثبت نام کنین در مدت 1 الی 1.5 ماه کس جواب نهایی برای شما میاد تا شما از سوالات معلق نجات پیدا کنید. در اخیر دوستای عزیز برای شما میگم اگر معلومات ما، اطلاعات ما برای شما دیگه مفید واقع میشه حتما چینل ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید تا از تازه ترین اخبار ویزای بشردوستانه، معلومات پاسپورت، تذکره الکترونیکی، دیگه کاریابی انشالله که شما با خبر باشین. دیگه به خاطر که ویدیو زیاد طولانی نشوه شما را میسپارم به الله پاک.